توی این چالش یکی از این 4 نفر واقعا کچله. تیم کاباره باید توی 4 راند اون کچل رو پیدا کنه. بریم ببینیم که تیم ما میبره یا جاسوسا. شما هم همزمان با ما حدس بزنید و توی کامنت ها برامون بنویسید. سلام، به یه قسمت اسپایدی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم کچل واقعی رو پیدا کنیم. کچل توهین نیست؟ نه ببین یه جور بیماری حساب میشه دیگه. جرم نیست، بیماریه. بیماریه. آره، توهین نیست. البته در آخر همون قراره کچل شه. آقا از سمت راست میخوایم خودتون رو معرفی کنید و اینکه سوال چی داری تو اول؟ کلا خودتون معرفی کنید، اسم، شغل و اینکه بگید جنس موهاتون چیه و چه مدل مویی رو معمولا استفاده میکنید. سبک موهاتون چیه دیگه؟ من محمد گودرزی ام. خیلی خوشحالم اومدم پیشتون. من کچلم. تو ادعا داری کچلی؟ آره من کچلم. محمد کچل. کچله خودت کچل کردی یا خودم کچل کردم؟ خودت کچل کردی. مدل موش کچله. سلام، امیرم. دیگه چی بود؟ شغلتون رو بگید مدل موهاتون؟ شغل آزاد. موام هم که عسلیه. یعنی چه عسلیه؟ هر جوری باشه دیگه. آره عسلیه دیگه. بستگی به مود روزت داره. رنگش عسلیه؟ نه. جنسش عسلیه والیه. سلام، منم امیرم. خوشحالم که پیشتونم. کمال صدا میکنم. شما میتونید کمال صدا کنید. آقای زیاد ذاتاً مو سفید. کارم تولید لباس. عرضم به حضورتون که موهام هم تنتنی میزنم. تنتنی یعنی بغل خالی بغل خالی بالا تنتنی. و آقای آخر 44. سلام، امیرم. شوتی صدا میکنم. چرا شوتی؟ دیگه حالا لقبمونه. کارم هم دکوراسیونه. موهام هم فرفریه. فرفری؟ بله. همین. بله. خب بریم سراغ راند سوالات. این راند از این قرار که ما ازتون یه سوال میپرسیم و شما باید به ما جواب بدید. بذار اول بپرسم ببینم که کسی از شما سابقه بلند کردن موهاشو داشته؟ بله. چقدر بلند؟ کدوماتون؟ 1 و 3. من گفتم خودم کچل کردم. موهاتون رو بلند کردین؟ بلند تا کمر. نه من از اون آقای یه ذره کوتاه‌تر. حالا بذار من با ایشون کار کنم. باشه. چیزی که برای موهات استفاده میکنی چیه؟ یعنی شامپو تو بگو چیه؟ میره همون چی کار میکنی؟ این داستان. واسه تایمی که کچل کردم یا نه تایمی که مو داشتم؟ جفتشو. آره. موقعی که کچل کردم تاید میزدم با صابون. با تیغ زده بودی؟ کامل. نور میزد قشنگ. نور میخورد با صابون. موقعی هم که مو داشتم خیلی بهش میرسیدم. هر چی بگی میزدم بهش. الان دیگه کچل کردی؟ کچل کردم به میام. چند وقت کچلی؟ الان دیگه نزدیک 5 ماه میشه کچل کردم. 5 ماه کچل کرد. بازکاتی یا چیز؟ آره. یعنی مو داره؟ نه سوتیشو گرفتم. چی؟ گفت اولش گفتش با تیغ زدم کامل. بعدم میگه باسکاتی گفتش اولش. نه باسکاتی هم زده بودم. باسکاتی هم زدم. موهاتو چه جوری استایل میکنی؟ یعنی مثلا واکس میزنی چیکار میکنی؟ چه مدلی میدی معمولا؟ مثلا روتینه؟ شما مدل شامپو هم نگفتی؟ مدل شامپو پرژک همون سیرا. آفرین. اون بلکاش هم استفاده کردی سیرا. شامپو رو میریزی لیز میخوره دیگه. کچل که باشی لیز میخوره. آفرین. گفتم تاید میزدم با صابون. یک سوتی زیاد داره میده. بستگی به روز داره. الان تو این یه ماه 2 ماه گذشته. الان که ندارم. تو هم میگی کچلی؟ کچل شاید باشم، نمیدونم. آقا چیکار کردی؟ سوال جواب بدی. موهات چجوری استفاده می‌کنی؟ گذشته یا حال؟ الان میخوام بگم. الان نمیتونم بگم. یعنی چی؟ بهم گفتن نگم. همون موقع که مو داشتی حالا از چه شونه استفاده می‌کردی؟ تافتی می‌زدی؟ استایل دیگه. واکس. اینایی که ژل می‌زدی. اطلاعات پسرا از لوازم بهداشتی. این شونه گونایی که میره تو کله. آره. چی؟ مثلا واکس و اینا نمی‌زدی؟ ژل. آره می‌زدم. ژل می‌زدی؟ چه ژلی می‌زدی؟ آتوسا. اوجیبادن. آقای شماره آخر میخوام بپرسم، بعدش از شما میپرسم. چقدر برای اصلاح سرت پول میدی به آرایشگر و معمولا چقدر طول میکشه که کارتو انجام بده؟ من حداقل بین 200 تا 300. آخرین بار کی بودی رفتی؟ آخرین بار قبل گرونی دلار یا بعد گرونی دلار؟ آخرین بار یه هفته پیش بود. یه هفته. بعدش سال بعد تو چی بود؟ چقدر طول میکشه آرایشگرت؟ حداقل نیم ساعت
آره حتی و یه سوال، چرا 200 تا 300؟ یعنی یه روزای 200 میگه، یه روز 300؟ بستگی داره بستگی دیگه. به حال آرایشگره آره داره. دیگه. با حال حالا باشه بخواد 200 بیشتر میکشه، درست کنه. حالش بخواد بد اینا باشه کاری 300 بکنه. میکشه. من احساس میکنم آقای شماره 1 داره بلوف میزنه. کی کچل؟ آره. با توجه به اون سوتی که داد احساس میکنم یه لحظه قاطی کرد نقشا رو، یا فکر کرد باسکات، بعد یا فکر کرد کچله. احساس میکنم ایشون رو میتونیم داشته باشیم. مظنون اصلی سوال تو از چیز امیر نپرسی شما. آقا کمال. آقا کمال چه درد سرایی داشت اون زمان موهای بلندت؟ ببین خیلی گره میخورد، بعد چربی زیاد تو خواب خیلی اذیت میکرد، مثلا میگه اومدی بچرخی میشکست و اینا دیگه یه مقدار اذیت بود، ولی خب خدا رو شکر الان بهتره دیگه. خونکه. این راست ببین کسی که موهاش بلند باشه احتمال کچلش به نظر من کمتره. اتفاقا موهاش بلند باشه احتمال نه تا ندیدم یکی موهاش اینجوری باشه دست چرا کچلش. چیزو ندیدی؟ هم نبوده اصلا، مثلا اونقدی الان نبوده کچل. که شما میگی مثلا تا اینجا میاد. آها من فکرم خیلی بلند. نه اون تنیسور آندره آگاسی رو میشناسی؟ آره اها کچل شد اینجا بود آندره آگاسی. اگه این برنامه رو میبینی دعوتت می‌کنیم. ایرانیه آگاسی؟ آره آگاسی. کام هیر ایران. نه فارسی بگو. فارسی بیا کاباره برنامه که تنیسو رو پیدا کن. این ران تموم شد، یکی رو باید حذف کنیم. نفر یک محمد خیلی شیطونی داره میکنه. تو زنت رو کیه؟ من رو شماره 1م. یک منم یکو به نظر من حذف کنیم، ولی خیلی بد داره نگاه میکنه با این ماسکر. من میترسم. من خیلی میترسم. آخه این جاغونجاش هم باز گذاشتی. آره خیلی ترسه، گفت الان تیزی رو در میاره. آقای شماره 1 حذف شد. توی این ران قراره که از دوستان خواهش کنیم که یه مقدار ماسکشون رو بذارن بالا تا با توجه به صورتشون بفهمیم که مو دارن روش سرشون یا نه. آره ولی معلوم نباشه موهاتون دیگه تا ما چشامونو ببندیم تا شما چیز میکنید. آره ببندیم. یا بیدارشی؟ خب حالا یه ذره بیشتر گوش میذارم بالا. آره میشه یه ذره بیشتر بزنید بالا تو؟ نه اوکی. نه آره یه ذره پشت موهاشو فکر کنم معذبمون نکنید. ای بیشتر بره بالا بیشتر بیاد پایین. ریشاشون از تراکم ریش اتفاقا هر چی ریش بیشتر بالا چیز سر ببین الان ریشای امیر یه ذره اینجاش یه جوری کچله. نه این سکه ریخته واسه چکاست. چکار؟ چک نه چکاش کارت چی بود وایسا؟ آزاد. هم میگم آزاد، بازار آزاد کار دستت داده. یه ذره ریش آقا آخرم که پره. آقا شوتی. آقا کمال جانم آسف. شما گفتید که مزون دارید درسته؟ نه یه لباس فروشی نه تولیدی لباس. تولیدی لباس. بعد برای پیجتون خودتون تولید محتوا میکنید؟ بله کم و بیش. نظرت چیه؟ کچلا معمولا نه خودم اصلا تو دوربین نیستم به هیچ وجه. نه اصلا کچلا نمیتونم. منظورتونیه؟ نه کمتر میان جا. مثلا داریم اتفاقا خیلی تو دوربینه. راستی یه کچله هست خیلی تو دوربینه. چیزو میگی وین دیزل؟ نه اونی که چند تا شغل مختلف داره. راک. نه چند تا شغل، هر روز یه شغله. این جوکا اونی که تو داری میگی، این جوکا برای 10 سال پیش یوتیوب فارسیه. آخری نیست. منم نظرم اینه که شوتی نیستش، چون که من نگاه پشت ماسک خیلی ترسناکه، واسه چشاشو نمیتونم نگاه کنم. ببین شوتی سر این که خیلی سریع مدل موشو گفت. البته بچه‌ها خیلی آماده اومدن تو این برنامه. هم این که قیمتو به نظرم بازه قیمتشو تقریبا درست گفت و تایمش هم درست گفت. حداقل نیم ساعت به نظرم منطقیه. این میخوای منم آخری. آره من آخری به نظرم حذفش کنیم. آقا ما شوتیو حذف میکنیم با رأی هیئت منصفه کاباره. دست بزنیم برای ایشالا که کچل نباشه. به راند نهایی خوش اومدیم. آخرین راندی که میتونیم تستشون کنیم اینه که من یه سوالی یادم رفت بپرسم. سنشون رو چرا نپرسیدیم؟ سن خیلی بپرسی. شما چند سالتون؟ 22. شما چند سالتون؟ 27. احتمالی که 27 کچل شه بیشتره از لحاظ آماری. ببین احتمال این که 27 در 25 سالگی مثلا کچل شده باشه خیلی کمه به نظرم.
و معمولا آدما دیگه از مثلا 20 به بعد شروع به کچل شدن میکنن دیگه. ایشون گفتش که من موامو بلند نگه داشته بودم ناراحت هم و الان 27 سالشه. آقا من دوست چیزم دارم، دوست مثلا تو 26 سالگی کچل شده باشه. نه این آقا که میبینی فیلم برداره یه ویدیو ازش بگیرم. آقا بیا بیرون ببینمت. آقا ایشون فکر کنم 21 22 کچل شد. چند کچل شدی؟ 19. آها گرفته. 19 کچل شده. خب دقیقاً منم همینو گفتم دیگه. آدم توی رنج سنی 19 تا مثلا 23 4 سالگی دیگه نهایتاً کچل میشه دیگه. میدونی چی میگم؟ اون قضیه آقا به شما هم که پسر همجنسی، اون قضیه به نظرتون تاثیر داره؟ همه میدونیم. کدوم قضیه؟ نه. آقای زیاد گفتم من ذاتم سفیده. یه سوال دیگه بذار من بپرسم قبل اینکه چالشو بهشون بگیم. آقا پدرتون چند سالشه شماها؟ خواستم شوخی کنم. با پدر شوخی نکنید. پدر جالب میشه. خواستم بگم من بابام 53 سالشه. 53 سال. بعد موهاش چطوره؟ موهاش کاملا کم. شما چی؟ ولی انبار پره. انبار پشتا پره. نه اون بانکه انبار. انبار. آره یه انبار معمولا دوره. من دست بکنیم. اصطلاحات بلد نبودم. شما چی؟ 50. اونم بانکش قویه یا انبار؟ این بازم میگم اصلیه یعنی اینجوری سوسو. آره. اصلیه یعنی سوسو. توضیحش سخته میدونی؟ اوکی. اصلیو دیدی نه شله نه سفته. اونجوری. آقا ما چالشی که آخری که داریم بیننده ها اینه که ما چشامون رو میبندیم، شما ماسکاتون رو ورداری همدیگر رو ببینید و شما 1 دقیقه بعد از اینکه همدیگر دیدین و ماسکاتون رو گذاشتیم باید مجاب کنید که چرا باید طرف مقابل انتخاب کنیم. که ما باید بگیم که ایشون کچل بوده، مثلا بلوف کچل بوده. آره میتونی بلوف به ما باید به شما اعتماد کنیم دیگه. یا میتونی راستشو بگین یا میتونی دروغ بگید. یعنی در واقع یه کاری باید بکنیم که ما اشتباه کچل رو تشخیص بدیم دیگه. آره. میدونی چی میگم؟ ما چشامون رو ببندیم؟ بریم بالا الان. آره. من احساس میکنم که کچل رو حذف کردیم. آره من هم یه حسی احساس میکنم که آقای دیگه گذشته بعد ویدمانمون رو تا برید. آقا شما 1 دقیقه وقت دارین که بگین طرف مقابل کچل یا مو داره. اینو بهمون بگین. مو داره؟ موهاش چه شکلیه؟ آها موهاش چه شکلیه؟ چرا فکر کردی؟ میخوای من بگم؟ نه مو داره خب ولی نداره. خیلی کمه. یعنی به چش نمیاد. کچل یا چیز کرده؟ نه کچل نیست. خودش زده. نه خودش هم نزده. یعنی تو آها ببین آرشگر زده. ولی قطرش این چیش میگه کمه. 3 میل آفرین. فید کرده بود. 3 سانت. آره. فید کرده؟ آره. فید کرده. کجا فید کرده؟ بغلا رو. رنگ موهاش چه رنگیه؟ مشکی. نه شاید مثلا یه ذره بور باشه. آفرین. خرمایی باشه. اینو نگاه کن. راست میگم اون که 100% مشکی بود دیگه. نه یه ذره بور بودن هم داره. نه با ریشا رو دیدی. خرمایی دیگه بابا. خب 1 دقیقه شما تموم شد. اون که 100% مشکی بود دیگه. ایشون کاملا مو داره. کاملا. یعنی از این ور داده به این ور، از این ور هم داده به این ور. نه من میگم نمیخوره بهش چون یه ذره ماسک داده بود بالا اینجاش فید بود. ریشاش هم بود یعنی کم پشت. یه جوری که مثلا با آب داغ محکم میکشید میرفت ریشاش. مثلا اندازه خودت رضا قشنگ اندازه خودت. آره مو داشت. ببین تو هم ریشات یه جوریه که با آب داغ بکشی میره. ولی چسبش ضد آب فکر. ببین من اون فکت سن خیلی برام دیگه دقیق تر. دیگه 2 تا آپشن بیشتر نداریم دیگه. یا ما حذف کردیم یا چیزه. من احساس تو رای میدی به کی؟ فرد بدون مو در واقع کچل بدون مو کمال امیر هستش. من اتفاق رو کمالم. بذار من به تو اعتماد میکنم. به تو اعتماد کنم این دفعه. ببین من آخه توصیف کمال خیلی منمن کرده. باشه خب احتمالاً نمیدونسته چی بگه. چون شما گفتیم موهاش چه رنگیه ایشون موند. خب چون موی ندید. خب دارم یه کچله دیگه. من یعنی کچله؟
داداش داره سوتی داد دیگه. ببین یعنی 3 دیگه خودش کچله. نه دیگه سوتی که این قطعا سوتی نیست. اینو از قصد گفت. وای تو چقدر خنگی. الان خودش هم سوتی داد دیگه. گفت یعنی سوتی موی نداد. ندید تو من. خب اینو دیگه از قصد گفته دیگه. نه. انقدر فکر کنم باهوش هست که اینو از قصد بگه. باشه من میخوام بچهای شریف رو آقا، یه نشون لحظه بدم که وایسا. چقدر خنگن. ما میریم چرا؟ امیر آقا اول. یه لحظه وایسا. تو اگه کچل بودی اونجا نشسته بودی و ماسکتو داده بودی بالا و طرف مقابلت چی میگفته؟ این بازی رو نکردیم. میتونی راستشو بگی و به خب بلوفش میدونم ولی چیز من کنی. احساس میکنم این سمت راست هیچ وقت فیلینگ نگیر. کچل. آره باشه دیگه من دارم من که میدونم کماله. من میدونم. برو امیر اول. اعتماد داری به من بچه‌ها دیگه؟ شما هم حتما جوابتون رو کامنت کنیم. ما میگیم همه بچه‌ها برگردن سر جاشون. سمت راست آقای محمد لطفاً ماسکتو بردار. مو داره. مو داره دی. خب آقای وای من احساس میکنم ایشون شوتی. کچله. بذار در نیارم. بذار در نیار. شوتی جان در بیار. آره شما. من احساس میکنم ایشون کچله ولی نه حاجی کچل نی. کچله چرا؟ نه. تا اینجا که خوبه. کچله. وایسا. وای کچله. وای، نه حاجی. وای من احساسم گفت امیر بده کچله. بالا. کچله قط کچله. صد کچله. بابا من گفت شوتی کچل. بده عینکو بگیر. بزن اینجا استودیوست. آقا خوش اومدی. من گفتم کچل بیرونه. یه چه مدل باحالی. بچه‌ها من فکت حقیقت در مورد امیر گفتم بهتون. ها، همه امیر چی رو جون، درست تو دریا مدل گفتم. ما تو ببینیم. امیر یک قطعاً کم بابا. خیلی دوست دارم ببینم مدل موهاش چجوریه. دیدی؟ اوه بابا چقدر امیر. داره. ببینم دیگه یهو شو نکن. بزن. یهو شو نکن. آقا منم اونم. امیرم خوب بازی کرد. امیر از همه بهتر بازی کرد. موام فره. موهات واقعا چه شکلی بوده؟ کی کچل شدی؟ موام فره. کی شروع شد کچلید؟ ببخشید. خیلی وقت همسن بابامه. بگم چند سالمه؟ حدس بزن خودت. ببین 37 8 نه 32 32 42 سالمه. بزن در دخترهایی که فتیش کچلی دارن. اگه حمایت کنن مو براش بکاریم. ما اگه اسپانسر چیز کنی اسپانسری بیاد برامون کاشته مو حتما پارت 2 این برنامه رو میگیریم. آره دقیقاً. و با موهای فر. توی رابطه‌تون با دخترها این کچل بودن اذیتتون کرده یا مثلا مزیت بوده. چطور بگم؟ چه سوال عجیبی. دستو دارم نذار. نه. نه بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم که حال کرده باشی. اگه دوست داشتین پارت کچلی رو بگین که ما پارت 2 هم بسازیم. یه کچل دیگه پیدا می‌کنیم. خیلی هم عالی بود. خیلی خوش گذشت. اسفند ماه 1403 من به همراه 14 تا یوتیوبر دیگه دستگیر شدیم.